میگم هم بزن. نه هم بیا. دستتون درد بگیریم؟ نه بابا چی؟ تو نمید. سلام. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ خوبی ننه؟ خیلی ممنون. حالا چطوره؟ سلامت بیا شما. من بلد نیستم. خیار هم خیلی کلوه. چند کیلو خیار؟ بذارش همینجا بعد برگشت. از همون ها میگیریم دیگه. فقط از اینا بگیریم. سلام. آتش داره. احوال خوبی سلامتی؟ شما؟ خوشی الحمدلله. اینجا. سلام. خوبی حالتون؟ خیلی ممنون. خوشی الحمدلله سلامتی؟ بچه‌ها همه خوبن. سلام برسون. زنده باشی شما. الحمدلله نمرده شما رو دیدیم. عزیز سلامت باشی. سلام. میگم مادر کل بچهای امیدی هستی. دیگه خیلی ممنون. انشالله که سالیان متمادی خوش خورم سعی و سالم و زنده باشی. سلام. سلام خانم سلام شما از این سر خسته نباشید. حالت خوبه؟ ازت دارن فیلم برداری مسابقه عمل میرن. والا نمیدونم فکر کنم میخوام عروسی به خاطر ایده. موفق باشید. سلام احوال شما حالت خوبه؟ مامان چطوره؟ خوبه؟ سلامت باشی. خیلی سلام برسون. داری میری؟ نه کجا میرم؟ نه خیر باشه انشالله. خیر باورش شد. خیر باشه صدانه شوخی میکنم. ما خدمت. سلامت باشی. شما سرکاری خانم را. سلام. سلام سلامتی خوشی خوب هستی دست درد شما نکنه. چطوری خوب هستی من نیستم. عزیز انشالله سالم باشی تنه سالم سلامت باشی. شما مادر همه هستی سلامت خانم دکتر به این جرونی و بخش مردمه سلام علیکم. اقتصاد نابود شده. خوبی؟ همه خانم اینا دکتر بچه میبینی های خودتون خود میبینی مردم گناه دارن هیچ بهشون بگو. ها سلام. احوال شما؟ ها به شما میخوام گفتم یه شعری برات بخونم. ها بخون از تبار خستگانم حال برادرشم روزم خوب نیست بیقرارت میشوم ادری در قلب تو آشوب نیست تا به کی صبر و صبوری تا چه وقتی انتظار من دلی آشفته دارم نام من ایوب نیست رفتی و قلب مرا با خود به یغما برده ای خوب میدانی جواب عاشقان سرکوب نیست استجابت از در و دیوار عرشت میچکد غیر از این باشد عرش تو مطلوب نیست سلامت باشی. خیلی ممنونم. مرسی. خب من دیگه خسته شدم ببخشید میخوام یه جا بشینم. خانم رابل با پدرشون 25 مهر سال 1149 منو به دنیا آورد و به خاطر اینکه ما رفت و آمد خانوادگی داشتیم از قبل. آره قبل از متولد شدن ما با ایشون رفت و آمد خانوادگی داشتیم بنابراین این ارتباط همیشه ادامه داشت تا اینکه من بزرگ شدم و ولی یه بچه خجالتی بود. هر وقت من میرفتم خونه‌شون پشت خالش قایم میشد اینو برادرش و خیلی
احترام منو داشت شما لطف داری. تا بزرگم شده، هنوزم بزرگ شده احترام منو داره. خانم راول 14 سال پاسپورت نداشت تا اینکه چند وقت پیش که پاسپورتش رسید خیلی خوشحال بود و یه روز به من زنگ زد گفت که یه خبر خیلی خوب. گفتم چی شده؟ میگفت که پاسپورتم اومده. شکی با کی بریم کربلا؟ گفتم که در اولین فرصت انشالله. دیگه ما برنامه ریزی کردیم که بریم و متاسفانه خواهرشون که امریکا زندگی میکنه و برادرشون که تهران هست مخالفت کردن. میگه 2 بار من ازش اجازه خواستم، اجازه نداده. اگه به نظر من خودش این دفعه تماس بگیره. خانم راول شما خودت تماس میگیری با علی؟ میخوایی حالا بگیرم؟ نوشتی موبایل علی؟ نه، علی راول. به من گفتن چه آرزویی داری؟ گفتم والا یه آرزو دارم که برم کربلا. بعد ولی برادرم اگر من که از تو هیچی نخواستم، فقط هیچی هم نمیخوام، فقط آرزوم اینه که تو بگی برو. ها؟ چرا دیگه؟ مگه چی میشه؟ خب فکر کن دارم میرم تهران یا میرم اهواز، با هواپیما میرم. نه ببین، پرسیدم علی، پرسیدم، گفتن وضعیت سلامتیم از همه بهتر. مردم دلار را میرن، من میرن قشنگ تو هتل میرم میمونم 3 روزه برمیگردم. دیگه سال آینده زنده نیستم و حلالت هم نمی کنم. من دیدم آدم رفته مکه اومده بعد به خاک آقا دارم میگه دستش گذاشته رو قرآن قسم دروغ خورده. خب میشه؟ نه. بعد اون رفتن مکه چه چیزی داشته؟ میخوده. خب دیگه باشه، گنام گردنت. قربونت برم. خداوند همه هست. خداوند همه جا هست. خداوند تو دل آدم هم باید باشه. خب تو دلم هم هست. خب قربونت برم، میبوسمت. مرسی. خداحافظ. خدا. پاک آب پاک رو اونی. حالا تصمیمت چیه؟ میگه نرو. قبل از اینکه برم انگلیس نامزد کردم. سفارت ایرانی ازدواج کردیم. اون 1 ماه موند و برگشت ایران. 1 سال گذشت. میگفت که حق رفتن بیرون نداری، برادرت حق نداری بیاد، پدرت حق نداری بیاد، حق کار کردنم نداری. خلاصه همش از این بحثا بود. گفتم میرم. گفت میری دیگه نیا. گفتم باشه نمیام. بعد از اینکه کامی به دنیا اومد گفت مهریت رو ببخش، بچه تو برد. اونو بخشیدم و کامی رو برداشت و کارمو باز بیشتر از دوباره ازدواج کردن و دوست داشتم کارم. الان راحت‌تر. 2 سال خارج از مرکزم و شیر و خورشید اون موقع بود، حالا هلال احمره. صبح بیمارستان بودم، بعد از ظهرم با مطب بابام بودم. اومدم رفتم تهران. کسی هم به من نگفته بود که شرکت نفت، فقط گفتن شرکت نفت استخدام میکنه. برام مهم نبود کجا باشه، گفت برای خارج. بعد گفتم باش دیگه. 2 سال خارج بودم.
امیدیه که اومدم بعضی وقتا مریضا می اومدن شرکتی نبودن، بعد ماینه‌شون می‌کردم، میگفتم شماها 2 ساعت دیگه، شما 2 ساعت تا 3 ساعت دیگه میزایی، بعد برو 3 ساعت دیگه بیا. شرکت نفتم که کار میکردم. 3 ساعت دیگه که میومد دیگه موقع زایمانش بود، میشد جزء مریض ایمرجنسی. بعد مریض ایمرجنسی رو بعد ایمرجنسی قبول کنه، دیگه ازشون پول نمیگرفتن. این مریض میشد مریض ایمرجنسی. خیلی از این مریضا رو میومدن همین کار رو میکردن، یا دهاتی بودن یا مثلا غیر شرکتی بودن. چند هزار بچه‌ای که به دنیا آوردم تو امیدیه، چه خارج، هیچ تلفاتی نه برای مادر بوده نه برای بچه.